مهماندار هستیم. مهمانان نهایت عزیز با ما در استودیو هستند. محترم قاری صاحب سعدالله همراه با شاگردانشان خوشبختانه این صبح حضور افتخارشان را با خود در استودیو دارم و ازشان تلاوت خواهیم شنید. برشان خوش آمدید میگم. خوش آمدید استاد، صبح شما بخیر. و علیکم سلام، خوش باشید. صبح شما همچنان بخیر. سلام خدمت بیننده های عزیز. امید که خوب صحتمند باشند کسانی که از دریچه تلویزیون ملی افغانستان ما را بیننده هستند. امید که خوب صحتمند و از گزند روزگار در امان و روزهای خوبی را هم شروع داشته باشند و از آب و هوا الله رب العزت در امان داشته باشند. واقعا خیلی یک آب و هوای سرد، خیلی آب و هوای ناخوشایند است. خداوند بخیر سرشان بگذرانه. امین. سلامت باشین. به همه‌تان خوش آمدید میگم. صبحتان هم بخیر. از اینکه وقت محدود هست نمیتونم که برای هر کدامتان وقت بتم همراه اذان بیندی ما هم کلام شوین. تلاوت را از شما شروع میکنیم. شنونده تان هستیم جناب قاری صاحب. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظیم. به نام خدا، چه صدای زیبا و چه تلاوت دلنشین و گوارا. ممنون شما. خوش آمدین شاگردای قاری صاحب. شما هم خوش آمدید. یاسر جان خوش آمدید. صبحت بخیر. شنونده خودت هم هستیم. مشتاق هستیم که از صدای مبارک و زیبای خودت هم تلاوت داشته باشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. جزاکم الله خیر جان، سپاس، ممنونت. خوش آمدی قاری صاحب. شایب جان خودم خوش آمدی، صبحت بخیر. مایکم بفرمایید برشان بتونیم. شنونده هستیم، مشتاق هستیم از آن بیننده ما، مشتاق از هستن که از شما هم تلاوت داشته باشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاکم الله خیر. ممنون شما جان، سپاس، تشکر. کامیابی هرچی بیشترتان را خواهان هستم. شما هم خوش آمدید به قاری صاحب. شکرالله جان مایکم بفرمایید برشان بتین. صبحتان بخیر، خوش آمدین. شنونده هستیم، بفرمایید شما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق الله العظیم. نام خدا، جزاکم الله خیر. خدا بر شما اجر و پاداش را نصیب بکنه. شما هم خوش آمدید قاری صاحب. حزب الله جان، صبح شما بخیر. ما هم مشتاق از این هستیم که در ادامه که دوستا تلاوت کردن از شما هم تلاوت داشته باشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة صدق الله العظیم. نام خدا، جزاکم الله خیر. خدا بر شما اجر و پاداش را نصیب بکنم از اینکه کسب علم میکنین و قرآن عظیم و شان را یاد گرفتین و شاید حفظ هم بکنن. جناب استاد، شاگردان بله صاحب، همه اینا که وجود دارن حفظ قرآن کریم میکنن. نام خدایتان. خواهان موفقیت های هرچی بیشتر شما هستیم. جناب استاد، سبک ها مختلف بودن، همایشان همراه شما از شما میآموزن؟ بله یا خب در اصل از هر شخص صدایش تفاوت داره. باز اینا اکثریت حدر میگن. تلاوت بر دو نوع عموما خوانده میشه که به لفظ ها مردم مشق و حدر میگن. باز در لفظ عرباک میگن تحقیق و ترتیل میگن. و اینا اکثریت ترتیل میخوان به خاطر از اینکه در اثنای حفظ هستند، برشان تحقیق مشکل است. چنانکه اول مخوان و این قاری صاحب خوان، این قاری صاحب خوان، و اینا تحقیق برشان مشکل است. بازار آموزش برشان میدیم که ترتیل بخوان، چون که برای حنجرهشون ضرر میرسه، تا ای که بزرگ شد سندشان و حنجرهشان هم یک توانایی پیدا کنه که تحقیق بخوانن و کدام ضرری در حنجرهشان
به وجود نمیاد. درست هستند. نومان جان اگر وقت داشته باشیم از قاری صاحب سعدالله یک تلاوت دیگه هم اگر بگیریم خوب میشه. بله وقت دادن دایرکتر صاحب، اگر لطف بکنین یک تلاوت دیگه هم از شما داشته باشیم ما یکم لطف بکنین بفرمایید. ان شاء الله چون فضای صبح است دیگه. بله فضای صبح هستن، بیزان بیندی ما مشتاق شنیدن هستند که کلام الهی را با صدای مبارک شما بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظیم. احسن، قامتتان همیشه رسا باد. جزاکم الله خیر. ممنون شما قاری صاحب سعدالله جان که دعوت ما را پذیرفتین و آمدین همراه با شاگردانتان. شاگردان شما هم بسیار زیاد خوش آمدید، صف آوردین. ممنون شما. به هر قدمتان احسانات و برکات. یک جهان سپاس. سلام.